چنان شمی که از اطرافیان پروانه می سازد، حسین ابن علی از عاقلان دیوانه می سازد. حریمش جای عرش و فرش را با هم عوض کرده که جبریل امین در بارگاهش لانه می سازد. طبیبان بارها گفتند این غم را علاجی نیست، دگر غیر از هوای کربلا بر ما نمی سازد. یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، یا حسین، یا حسین. خاتون ملک ارض و سما اشفعی لنا، خاتون ملک ارض و سما اشفعی لنا، محبوبه حبیب خدا اشفعی لنا. آرامش قرار و دل سامن الحجج ای زینب امام رضا اشفعی لنا. اسمت دخیل بسته به پرهای چادرت، خانم جان اسمت دخیل بسته به پرهای چادرت، ای آفتاب حجب و حیا اشفعی لنا. صحیفه زیبا و دلربای عاشورا در کنار این بانوی با کرامت دختر جناب موسی که سلام خاکیان و درود افلاکیان بر آنها باد، ما رو پر میکنه از لطافت کلام قرآن سربریده کربلا. قدم به قدم با اهالی قافله، با اهالی که پر است دست و بالشان از دلتنگی و البته ناله، باید بگونه‌ای باشد که کلام حقیقت کربلا حضرت سیدالشهدا رو به دل و جان ما معنا و مسما کنه. یاد خدا این روزها به روایت پرچم و بیرق و علم، البته به روایت محرم تقدیم حضور شما میشه، روایتی که قرار هست دردانه های کلام رو از آن امام صاحب مرام حضرت سیدالشهدا برای ما واگویه کنه. با ما همراه باشید، دردانه های کلام قرآن سربریده کربلا رو با هم معنا کنیم، هجی کنیم و ببینیم او چه یادگاری بی‌نظیری رو برای ما به یادگار گذاشته که پس از 1400 سال ما هم به قبیله عاشوراییان و کربلاییان بپیوندیم. یاد خدا رو در دل خودمون زنده میکنیم به روایت محرم. بسیجی ایرانی رژیم صهیونیستی را قطعا از بین خواهد برد. ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین السل و الذله و حیات من الذله. Oh
چشم دلم به سمت حرم باز می شود، با یک سلام عشق من آغاز می شود. به نام خدای سبحان، با نام نامی حضرت سبحان به همه شما مردم خوب ایران سلام میکنم. شما که زائر بودید در این حرم باصفا و ملک پاسبان، حرم بانوی آبایین حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها، خیلی خوش آمدید. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم. سلامی به عطر خوش ارادت آقایی که قرار دلهای بیقرار هست، فرزند گرامی حیدر کرار حضرت حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، که قرار هست امروز در خصوص دردانه های کلام او با هم صحبت بکنیم. بخش قبلی که دیدیم گلواژه های سید الشهدا بعد از 1400 سال هنوز بر لبهای عاشقان و آزادگان میشکفت. هیهات من الذله و تعابیر بی‌نظیری که اگر موافق باشید توی یاد خدا در این روزها و این عصرگاه ها انشالله میخوایم بهش بپردازیم، با ما همراه باشید. اما دانای راز بزم ما در این سفره یاد خدا برادر عزیز و ارجمندم استاد اعوانی هستن که پیش روی شما بهشون عرض سلام و عرض خوش آمد و البته تسلیت. سلام علیکم. خیلی سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید ان شاء الله. متشکرم. منم محضر شریف شما و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله عزاداری های اونها هم به پیشگاه آقا سید الشهدا علیه السلام و خدای امام حسین ان شاء الله مورد قبول واقع شده باشه. خیلی خیلی متشکرم. سلامت باشید. بریم بشتابیم سر سفره دردانه های کلام سید الشهدا. تعبیری که به کار میبریم او رو قرآن سربریده کربلا، برخی گفتن حالا در اون لطافت شاعران قرآن ورق ورق شده دشت نینوا، و حقیقت کلام اینه که او حقیقت قرآن هست. اگر میخوایم قرآن رو بشنویم باید از زبان سید الشهدا بشنویم و قرار هست در خصوص آیه هایی که حضرت خیلی تو این مسیر عاشورایی و کربلایی بهش تاکید داشتن بپردازیم. و یک آیه خیلی ویژه و درجه یک، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، که حضرت فراوان در مسیر می‌خواندن و کلام استاد اعوانی. ببینیم این آیه چه ویژگی داره، حضرت سید الشهدا چرا اینقدر تاکید داشتن، چه گنجینه‌هایی رو میتونیم ازش دریابیم و دوریابیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اگر اجازه بدید از محضر حضرت علی و همه بینندگان بزرگوارمون میخوام خواهش کنم وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم. خدا حفظتون کنه. عرض کنم همونطور که حضرت علی اشاره فرمودید، آقا سید الشهدا علیه السلام تو این مسیری که به سمت کوفه می اومدن که به هر حال در کربلا متوقف شدند به یک معنای ظاهری، خب با افراد مختلف یا در حوادث مختلف در اتفاقات متفاوت از جمله آیات قرآن کریم رو تلاوت می کردند. این آیه‌ای که الان بر زبان شما جاری شد آیه‌ای بود که آقا سید الشهدا وقتی خبر شهادت قیس ابن مسحر سیداوی رو به ایشون دادند، اولین سفیرشون، همینطوره این آیه رو حضرت علیه السلام قرائت فرمودند. و جالب اینجاست که در خود روز عاشورا هر کدوم از اصحاب امام حسین علیه السلام که میخواستن اذن میدان بگیرند و وداع کنن با آقا سید الشهدا، وقتی وداع میکردن امام حسین مجدد این آیه رو میخوندن در مورد تک تکشون، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. یعنی این آیه در طول این مسیر و مخصوصا روز خود عاشورا مکرر از لسان مبارک آقا سید الشهدا علیه السلام جاری شده و قرائت شده. من اگر اجازه بدید اول به اصل این مطلب بپردازم که چرا قرآن، چرا امام حسین انقدر قرآن میخونه. البته این که میگیم چرا و جوابی که میخوایم بدیم خدا عالمه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده. حقیر علاقمندم یک دو تا نکته عرض بکنم به محضر مبارک بینندگان بزرگوار به لسان امام سجاد علیه السلام. سلام الله علیه. بنده اصرار دارم به بزرگوارانی که عرایض حقیر رو توجه میکنن این رو بگم که صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام بسیار کتاب مهمیه. یعنی امام سجاد علیه السلام یادمون نره وارث کربلاست. چی شد که اون شد، چیکار کنیم که این نشه؟ در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام داره نیرو تربیت میکنه برای رکاب ولی. اینی که دارم عرض میکنم دقیق دارم صحبت میکنم.
حالا یکی از نکاتی که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در این صحیفه سجادی توجه داده و خیلی هم جالبه، توجه به انس با قرآن کریمه. من علاقه‌مندم یکی دو تا نکته اول در این مورد عرض بکنم، بعد مشخصا بیام روی این آیه‌ای که الان قرائت شد چند جمله رو به یاری خدای متعال صحبت کنیم. این که امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهای صحیفه سجادیه رو اختصاص داده به دعای ختم قرآن. این یعنی چی؟ روی این خواهش میکنم تأمل بکنیم. مرحوم کلینی در این کتاب فضل القرآن و اصول کافی ایشون روایتی رو نقل میکنه که ابن شهاب زهری میاد پیش امام سجاد میگه آقا ایل اعمال افضل، کدوم عمل با فضیلت تره؟ قاعدتا از جمله با فضیلت ترین اعمال دیگه معنیش اینه. آقا امام سجاد فرمود الحال المرتحل. حال به لحاظ لغوی یعنی کسی که یه جایی فرود میاد. احللت یعنی انزلت، حلول کردی یعنی نازل شدی. مرتحلم یعنی کسی که جایی که فرود اومده کوچ میکنه میره پاش جای دیگه. خب به حساب لغت معلوم شد الحال المرتحل یعنی چی؟ کسی که فرود میاد پا میشه میره جای دیگه. من به حضرت میگم ایل اعمال افضل، حضرت میگه الحال المرتحل. تعجب. گفتم آقا و مل حال المرتحل، حال مرتحل دیگه چیه؟ حضرت فرمودن فتح القرآن و ختمه، اینکه قرآن رو شروع کنه به انتها برسونه، نه اینکه حالا از اولی که میشینه تا به انتها برسونه پاشه. و منظور اونسه. فرمود هر وقت رسید به انتهای آیه ارتحل الی اوله، کوچ میکنه میاد اولش. الان اومد اول قرآن بهش میگن حال، یعنی فرود اومد. دوباره ارتحل الی آخره، کوچ میکنه میره به آخر قرآن. امام اصرار داره ما با قرآن انس داشته باشیم. یعنی اگه از ما سوال کنن فلانی آخرین باری که قرآن رو ختم کردی کی بود، من باید فکر کنم، این نشانه خوبی نیست. یکی از دعاهای صحیفه سجادی ختم قرآنه، اینو توجه کنیم. جالب شما بگم مستحضر هستید و بینندگان عزیز ما هم میدونن که اون دشمنان امام حسین روز تاسوعا خواستن حمله رو آغاز بکنن. آقا سید الشهدا وقتی دیدن لشکر مقابل به جنبش اومده، حضرت عباس رو فرستادن، فرمودن ببین چه خبره. گفتن آقا خلاصه میخوان آغاز بکنن. حضرت فرمود یه امشبی رو مهلت بگیر. چرا آقا؟ فرمودن امشبی رو قرآن بخونم، نماز بخونم، دعا و استغفار، یعنی اینا رو نام برد آقا سید الشهدا. رو این فکر کنیم سر مطهر آقا سید الشهدا که حضرت علی هم ابیاتی رو در این مورد توجه دادید، سر مطهر آقا سید الشهدا برای اینکه تعجب همه رو به خودش جلب بکنه که یه سر به دور از بدن چطور ممکنه بتونه حرف بزنه و یک اعجازی توجه بده، هر حرفی رو میزد برای همه مایه تعجب بود. اما سر مطهرم قرآن میخونه، اینو باید توجه کنیم. من عرضم اینه که از خدای متعال کمک بگیریم، با قرآن انس داشته باشیم. خب حالا مشخصا علاقه‌مندم در مورد این آیه صحبت بکنم. این وجود مقدس امام حسین که خود قرآنه، از مجموع آیاتی که در قرآن کریم است کدومها رو انتخاب کرده و در طول مسیر و مخصوصا روز عاشورا خونده؟ یکیش همین آیه 23 سوره احزابه که فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. این من رو توجه کنیم، من بیانیه است. همه مؤمنین متاسفانه اینطوری نیستند، بعضی از مؤمنین اینطورند. اینا مردانی هستند که البته اینجا رجال نه یعنی بخواد در مقابل زنان باشه، یعنی انسان‌هایی هستند، شخصیت‌هایی. همینطور. اون از باب غلبه فرموده، وگرنه ممکنه یه خانوم باشه. مردانی هستند، انسان‌هایی هستند که اون عهدی که با خدا بستند، اون عهد چی بود؟ ان الذين قالوا ربنا الله، سر این عهدشون ایستادند، محکم هم ایستادن، صدقو، راست گفتن اون حرفی که زدن. این صدقو یعنی چی؟ خاطر مبارکتون هست آیه 2 و 3 سوره مبارکه عنکبوت فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم اینطور گمان کردن همین که بگن آمنا، آقا ایمان آوردیم، دیگه مورد فتنه و آزمایش قرار نمیگیرن، اینطور فکر کردن. فرمود ولقد فتننا الذین من قبلهم. اشتباه فکر نکنید، ما قبلیای شما را مورد فتنه و آزمایش قرار دادیم. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا ببینیم که راست میگه اون آمنای ادعایی رو، کی العیاذ بالله دروغ میگه. حالا این آیه میگه همه مؤمنین متاسفانه اینطور نیستند،
ببینید در ظرف نزول قرآن کریم خدا هی داره داد میزنه یا ایها الذین آمنو، یعنی خدا داره به ایمانشون شهادت میده، درسته؟ اما بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم وقتی به روضه رضوان الهی پر کشید، صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماد فانا اشرکتم بعد الایمان، چرا بعد از اینکه ایمان آوردید اون قدر ایمان رو ندونستید و وارد دایره شرک شدید؟ خب منظور اون شرک خفیه که خیلی از ماها داریم ولی اونجا دیگه ظهور و بروز خاصشو داشت. خیلی نکته مهم نیست. این همه مؤمنین موفق نمیشن. پس من المؤمنین رجال صدقوا، یعنی اون آمنای ادعایی وقتی خدا اونا رو مورد فتنه قرار داد راست گفتن که ما آمنای ادعایی رو داریم. نشانه راستشون چی بود؟ ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد از این گفتن آمنا پای اون حرفشون ایستادند. خب حالا ته این پا حرف ایستادن به کجا ختم میشه؟ احتمالاً البته هر کسی این توفیقو نداره، میرسه به اینجا که میفهمد فمنهم من قضا نحبه، بعضیا سر اون عهدی که بودند تا پای شهادت ایستادن، اما خب بعضیاشون هم منتظرن، هنوز نوبتشون نرسیده. و منهم من ینتظر، بعد فرمود و ما بدلوا تبدیلا، در اون چه که تعهد کردن و ایمان آوردن و با صداقت هم پای حرفشون ایستادن هیچ تبدیل و دگرگونی رخ نخواهد داد. اما اگر اجازه بدید میخوام بگم اصل این مطلب یعنی چی و چگونه ما میتونیم امروز از آقا سید الشهدا در مورد این آیه تبعیت بکنیم. بسیار عالی. اجازه بدید یه بخشی رو هم ببینیم. خواهش میکنم. دوستان خود درجه یکم در اتاق فرمان یک فرصتی رو اخذ بکنیم، ادامه بدیم. فرصت هست؟ خیلی فرصت هست. خواهش میکنم. بله. این چیزی که قرآن کریم داره میفهمد من المؤمنین، صحبت سر افرادیه که دارای ایمان آوردن. بله. نشون میده این ایمان خیلی ایمان بالاییه. ایمان به کی؟ به خدا. آقای جوادی مستحضر هستید ما اگر یه کسی رو خیلی دوستش داشته باشیم بهش چی میگیم؟ خیلی دوستش داشته باشیم میگیم الهی فدات شم. اینجور نیست؟ بله همینطوره. خب خدای متعال رو وقتی ما در دعای جوشن کبیر میخوایم توصیف کنیم، بعدش هم بگیم الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یکی از اسامی خدا اینه یا خیر حبیب و محبوب، یعنی دوست داشتنی ترین موجود در عالم خدای متعاله. آیا همه ما این رو درک کردیم؟ لمس کردیم؟ نشانه این درک و لمسمون چیه؟ من به شما عرض میکنم اگر کسی به خدا گفت الهی فدات شم، نشون میده در اوج محبت. ببینید داره زبانی نیست تا الهی فدات شم به خدا یعنی شهادت. الهی فدات شم به خدا یعنی به ابی انت و امی و اهلی و مالی. اینو از کجا آوردیم؟ اجازه بدید روایتی رو بخونم تا من المؤمنین این دایره ایمان مشخص بشه. تا من بعضی از مؤمنین. ما امروز چرا داریم در مورد این آیه صحبت میکنیم؟ میگیم خدایا میشه ما هم جزء این مؤمنین باشیم؟ این که میگم خدایا میشه اینو از زیارت عاشورا یاد گرفتیم. در زیارت عاشورا ما با آقا سید الشهدا میگیم یا ابا عبدالله ما اهل دعاییم، فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. ببینید ما در زیارت عاشورا هم دعا میکنیم مستقیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. اما اینجوری نیست در زیارت عاشورا فقط اینطوری دعا کنیم. در زیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام خطاب میکنیم یا ابا عبدالله من از خدا مکرر اسأل فعل مضارع مکرر میخوام که خواستم که من با شما باشم تو همین دنیا ان یجعلنی معکم. خب این چگونه؟ نکته دقیقاً سر همین من المؤمنین است، همین ایمانی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم که تا پای جان آجون پات ایستادیم. خب چه زمانی اتفاق میفته؟ اجازه بدید یه مقدار در این مورد صحبت کنیم. این بحث محبت به خدا اگر اوج بگیره میگه الهی فدات شم، به جان خودم شهادت میشه دغدغه اولش. الان میرم تو صحیفه سجادیه عرض میکنم چی میخوام بگم. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و امه و ابیه و اهله و ماله و ولده و من الناس کلهم. فرمود ایمان هیچ کس محض و خالص نخواهد بود مگر اینکه خدا را از خودش، از پدرش، از مادرش، از فرزندش، از همسرش، از مالش، من نفسی رو که اول فرمود از خودش و من الناس کله، از همه مردم بیشتر دوست داشته باشد. این صراحت بیان نورانی حضرته. اگر میخوایم ببینیم خدا رو چقدر دوست داریم باید ببینیم که
آیا خدا نه پدرم بیشتر دوست دارم از مالم، از همسرم، از فرزندانم، از همه مردم؟ خب وقتی در اوج محبت بودم میگم الهی فدات شم. لذا امام سجاد علیه السلام که وارث کربلاست، در صحیفه سجادیه نیروی عاشق شهادت تربیت میکنه. آقای جوادی و بینندگان بزرگوار، دعای اول صحیفه سجادیه رو ببینید. بله. حالا بخواست به یاری خدای متعال میخوام یک مصادیقی از اصحاب امام حسین هم بگم خدمت شریف شما. یه دقیقه جنبندی کنیم که بخش رو ببینیم، بعد برگردیم بکنیم این جمله امام سجاد رو بخونم، بعد در بخش بعدی اون اصحاب رو نام ببرم بیاری خدا، حداقل یکیشون رو. حتما. این عبارت امام سجاد اینه، آخرین جمله دعای اوله. امام سجاد میفرماد خدایا حمدی میکنم تو رو. دعای اول در باب تحمیده. حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه و نصیر بهی فی نظم الشهداء بسیوف اعدائه. حمدی میکنم تو رو که من رو در زمره سعادتمندان عالم قرار بده. کیان اینا؟ اونایی که با شمشیر دشمنان تو به شهادت میرسند. شهادت خواست ولی بزرگوار خدا از خدای متعال که عرض کردم. حالا در مقام مصداق انشالله وارد میشیم، از اصحاب امام حسین بیشتر یاد می‌گیریم. خیلی خیلی متشکرم. چقدر خوبه که این توصیه آقا جان اون حضرت سیدالعباد امام سجاد رو آویزه گوشمون بکنیم. خیلی اهل تلاوت قرآن، انس با قرآن، ختم قرآن باشیم، آیات زیبا رو برای خودمون هر روز مرور کنیم، دردانه کلام ما در روزهای پیش روی ما باشه و البته این هم رویه و مرام و مسلک وجود مقدس حضرت سید الشهدا است که در قدم به قدم این مسیر آسمانی قرآن تلاوت می‌کردن. داریم در مورد با هم صحبت می‌کنیم و آیه 24 23 سوره مبارکه احزاب که امیدوارم با ما همراه باشید. یک بخش رو با هم می‌بینیم، کنار شما هستیم، در یاد خدا، جوار حضرت فاطمه معصومه. بفرمایید. ریزخوار سفره احسان سرمدیم، ما ریزخوار سفره احسان سرمدیم، از امت محمد و محبان حیدریم. مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، مدح و ثنای آل محمد شعار ماست. دلبستگان دختر موسی بن جعفرین. زیارتتون قبول باشه. بله شما هم اینجایید. وقتی چشمانتون زائر این گنبد و بارگاه آسمانی است، دلتون اینجا پر میکشه، شما هم اینجا هستید. خیلیا که مرواریدهای اشک رو صورت مبارکشون میلرزه و میغلطه و این شاید پاسخ همین محبتی باشه که به این خانم بزرگوار شما هدیه میکنید و انشالله که نام ما در جریده زوار و ارادتمندان این بانوی با کرامت ثبت و ضبط بشه. البته عارفن به حقه که فرمودن اگر این زیارت عارفن به حقه باشه، حالا برخی روایت اینو هم نداره. انشالله پاداش ما بهشت و همجواری و هم نفسی با این بزرگان خواهد بود انشالله. داریم در خصوص این ویژگی از سید الشهدا صحبت میکنیم که فراوان آیات قرآن رو میخواندند، به ویژه در لحظات حساس جنگ، در لحظاتی که یاران اصحابشون به میدان میرفتن، به شهادت میرسیدن. حضرت این آیه رو مکرر میخوندن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. یک نکات خوبی رو جناب استاد اعوانی فرمودن در خصوص این آیه که معنا و مفهوم و مصداق و مسمای این آیه چه هست. حالا بریم ببینیم که از سید الشهدا با چه اهداف دیگری و با چه تأکیدات دیگری این آیه رو میخوندن و چگونه باید به این رفتار سید الشهدا نگاه کنیم، از او بیاموزیم و در این مسیر ما هم شبیه اونها بشیم. آقا در خدمت. خدا حفظتون کنه. این آیه رو آیه جوادی مستظر هستید؟ بله. در مورد آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده. شأن نزول همینطوره. یعنی حضرت فرمودن فیما نزلت، فینا نزلت. حضرت الشهدا فرمودن، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه‌ای که معروف به زیارت قدیره امام هادی علیه السلام آیات متعددی که در شأن آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شد همینطور. و عرض میکنم محضر مبارکتون که در جریان جنگ احد باز افرادی به شهادت رسیدن. 70 نفر از بزرگان اسلام از جمله آقا حمزه سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدن. شأن نزول آیه واضح و روشن به یاری خدای متعال. اما با توجه به اینکه ما الان حول محور آقا سید الشهدا علیه السلام داریم صحبت میکنیم و آقا سید الشهدا روز عاشورا به هر کدوم از اصحاب که داشتن وداع میکردن فرمودن فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر. اگر اجازه بدید من از بعضی از اصحاب امام حسین هم نام ببرم. آره حتما. اینم بگیم استاد اعوانی فرمودن بله شأن نزول آیه در خصوص امیرالمؤمنین هست، اما
فرمودن که این آیه در مورد ما اهل بیته، یعنی مصداقش خود سید شهدا هم هستن، امام مجتبی هستن تا وجود مقدس حضرت صاحب الامر. بفرمایید. همینطوره فینا فرمودن، نه فیه. بله. فینا محضر ما، یعنی در مورد ما اهل بیت، همونطور که استالی اشاره فرمودید. عرض کردم خدا حفظت میکنه. یه زیارتنامه ای است آقای جوادی و بینندگان بزرگوار که این زیارتنامه رو جناب سید ابن طاووس از جدشون شیخ طوسی و ایشان از امام هادی علیه السلام نقل میکنن. این زیارتنامه اصحاب امام حسین علیه السلام. بله. و خیلی خوبه که ما بیشتر به این زیارتنامه توجه کنیم. شخصی میاد پیش امام هادی علیه السلام، یا آقا من اصحاب امام حسین رو خواستم زیارت کنم، چی جوری؟ امام هادی علیه السلام بعد از مقدماتی که داره فرمودن پایین پای حسین ابن علی علیه السلام رو به قبله می ایستی و هذا قبر علی ابن الحسین، و اینجا قبر علی ابن الحسین یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام. بله. بعد از مقدماتی شروع میکنه دونه دونه امام هادی اسامی اصحاب امام حسین رو نام میبره و سلام میده. اولی هم از خود حضرت علی اکبر علیه السلام شروع میکنه. اما به بعضی از اصحاب امام حسین که میرسه امام هادی سریع رد نمیشه، توقف میکنه، چند جمله رو با این صحابی امام حسین صحبت میکنه و در واقع به ظاهر داره میگه او این بود، تویی که الان عاشق زیارت او هستی، چه خبرت تو؟ اینو داره توجه میده. یکی از اون شخصیت‌های برجسته اصحاب امام حسین علیه السلام شخصیتی است به نام بشر بن عمرو حضرمی. حالا به تعبیر بعضی بشر هم میخوندن، بشیر هم بعضیا نقل کردن، ولی حالا اصل مطلب رو توجه کنید. امام هادی علیه السلام به اسم او که میرسه میفرماد السلام علی بشر بن عمرو الحضرمی شکر الله لك قولك للحسین و قد اذن لك فی الانصراف. خدا برات جبران کنه ای بشر اون جمله رو که به حسین ابن علی گفتی، قولك للحسین، تو یه جمله به حسین ابن علی گفتی، اونم زمان این جمله رو گفتی که امام حسین به تو فرمود که من بیعتم رو تو برداشتم. وقتی گفت بیعتم رو تو برداشتم، تو یه جمله رو به حضرت گفتی، خدا به خاطر اون جمله‌ای که به حسین ابن علی گفتی خدا برات جبران کنه. ببینید من یه جمله داخل پرانتز بگم، بعد اون جمله یعنی ادامه زیارتنامه رو عرض بکنم. بله. این گفتنهای ما به امام حسین امروز موضوعیت داره. ما قائل به مردن امام حسین که نیستیم، ما در مورد شهدا میگیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. من دارم در مورد سید شهدا صحبت میکنم، حی حقیقی اونها. اصلا این جملاتی که ما امروز امام حسین رو خطاب قرار میدیم، اصلا شما در زیارت عاشورا رو نگاه کنید، در زیارت عاشورا من امام حسین رو خطاب قرار میدم، میگم آجون فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم که چی که ان یجعلنی معکم. آجون من از خدا میخوام ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور. به امام حسین دارم این حرفا رو میزنم. امام حسینی که زنده است بلکه حی واقعی است. حالا بشر چی شد که این جمله رو به امام حسین گفت؟ حالا اون جمله رو عرض میکنم اجازه بدید یه مقدار در این مورد بگم. بله. روز عاشورا یعنی دقیقاً روزی که بشر میخواد جانفشانی کنه، برای امام حسین علیه السلام بهش خبر رسید پسرت در مرزهای ری به اسارت در اومده. اسارت به معنای اون موقع خیلی با اسارت به معنای این روز فرق میکنه. اسارت به معنای اون موقع یعنی اگر کسی رو اسیر کرد که انه به ملکش در اومده، میتونه بفروشه، میتونه او رو به بیگاری بکشه، هر کاری که اراده میکنه که اون انجام بده، آقا این کارو بکن، آقا این کارو نکن. اسارت خیلی مطلب عجیبی است. بهش گفتم پسر در مرزهای ری به اسارت در اومده. همین خیلی برای پدر سنگینه. اگر میخوایم سنگینی موضوع رو بفهمیم باید نامه 31 نهج البلاغه رو بخونیم که امیرالمؤمنین علیه السلام این نامه رو به فرزندشون نوشتن. فرمودن بنیه وجدتک بعضی، فرزندم من تو را بعض خودم یافتم، یعنی تو تیکه منی، پاره منی. بعد میفهمد نه بل وجدتک کلی، بلکه من تو را کل خودم یافتم، همه وجود منی، همه وجود. میگم یعنی چی آقا جون؟ میفهمد حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اگر یه چیزی به تو اصابت کنه، برخورد کنه، به من برخورد کرد. یعنی تو میخوری زمین، من میگم آخ، میگم چی شد آقا جون؟ میگه خوردی زمین. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگر مرگ به سمت تو بیاد به سمت من اومده. اینا مقدمات روزه حضرت علی اکبره، اینا مقدمات روزه حضرت علی اصغره. امام حسین رو قبل از شهادتش چند بار به شهادت رسوندن با شهادت حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر. خب حالا الان بهش پدره، بهش گفتن بچت در مرزهای ری به اسارت در اومده. خیلی برای پدر یا مادر سنگینه. بهش تا این جمله رو شنید گفت دیگه بعد از اسارت پسرم خیلی در این دنیا نیست، خودم و فرزندم رو به حساب خدا گذاشتم. این جمله بهش رو
به گوش آقا سید الشهدا رسید، امام حسین اینو شنید. تا این جمله رو امام حسین شنید، خب امام حسین کوه رأفته، خودش پدره الان در کربلا، رو کرد به بشر فرمود رحمک الله انت فی حل من بیعتی فذهب و عمل فی فکاک ابنک. خدا تو رو مورد رحمت خودش قرار بده، من بیعت خودم رو تو برداشتم، برو بچه تو آزاد کن. خب میرفت اونجا یه پولی میداد، لازم نبود بگه من پدرشم، بچه رو میخرید و آزادش، آره خرید و فروش میکردن، میخرید و آزاد میکرد. بشر آقا تا این جمله رو شنید از امام حسین که من بیعت آمدشم برو بچه آزاد کن، این جمله رو گفت. خدا میدونه این جمله چقدر به تن امام حسین چسبیده که امام هادی علیه السلام 10 سال بعد این جمله رو در این زیارتنامه احیا میکنه. بعد امروز من بعد از قریب به 1400 سال دارم در مورد اون جمله صحبت میکنم. چی بود اون جمله؟ بفرمایید. ادامه زیارتنامه رو بخونم. میخوام بگم اینها در اوج ایمان بودن. من المؤمنین رجال صدقوا، بعضی از مؤمنین موفق میشن. اینا کیان؟ دارم مصداقش رو عرض میکنم. بهش تا این جمله رو شنید، رو کرد به امام حسین، اینو گفت آقا اکلتنی، دارم ادامه زیارتنامه رو میخونم، متن زیارتنامه است. اکلتنی اذن السباع حیا ان فارقتک، حیوانات درنده بیابان زنده زنده منو تکه تکه کنن بخورن اگر از تو جداشم. و اسأل عنک الرکبان، برم بعد خبر تو از کاروانی ها بگیرم که بله حسین ابن علی در فلان منطقه کشته شد. و اخذلک مع قلت الاعوان، برم تو رو با کمیه یاران تنهات بذارم. لا یکون هذا ابدا، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. موند پای امام حسین به شهادت رسید. چرا اینو عرض کردم؟ خب قرآن کریم در آیه 46 سوره کهف میفرماد المال و البنون زینت الحیات الدنیا. خب الان امام صادق چی فرمود؟ فرمود ایمان کسی محض و خالص نیست مگر اینکه خدا را از خودش، پسرش، فرزندش، پدرش، مادرش، از همه مردم مالش بیشتر دوست داشته باشد. الان تبلور اوج محبت خدا در روز عاشورا در قالب چه وجود مبارکی متبلوره؟ آقا سید الشهدا، شما هر چی برای امام حسین خودتو خرج کنی یعنی به اون اندازه به خدا محبت داری. این میشه من المؤمنین، بعضی از مؤمنین. صلوات خدا بر همه شهدای عزیز ما که به معنای واقعی کلمه به لطف خدای متعال به این آیه جامعه عمل پوشوندن که انشالله خدا روزی همه ما بده. خیلی متشکرم. حقیقت ماجرا اینه که در مورد آقای صحبت میکنیم که قرآن سربریده کربلاست، ولی خداست، همه حجت رسول خداست برای مسلمانی ما. این تعبیر زیبای وجود مقدس حضرت رسول سلام الله علیه که با عبارت قال سید الکونین در ورودی به سمت ذریعه سید الشهدا زیر اون ایوان طلا نوشته شده که حسین منی و انا من حسین. این حدیث صحیح الاسنادی است، هم در مصنف ابن ابی شیبه، هم صحیح بخاری، هم مسلم. این حدیث با یک سند صحیح الاسناد آمده و داریم در مورد آقای صحبت میکنیم که وجود مقدس رسول خدا او رو از خودشون دونستن و خودشون رو هم از او دانستن. یعنی حقیقت اسلام، مجسمه اسلام، تمثال اسلام که در کربلا به شهادت رسیده. بخش رو میبینیم کنار شما هستیم با یاد خدا. آن چشم‌های از خدا سرشار، رد شهادت را گرفتین بار. آقای امیر مهربان با دوش، خلقت اشداء علی الکفار، خلقت اشداء علی الکفار. من دست و اینک یادگار این عزت و ایمان، ماتم گرفت از داغ سنگین تو یک ایران. با تو امید کودکان غزه روشن بود، سر به شهید استوار یار مظلومان، سر به شهید استوار یار مظلومان، سر به شهید استوار یار مظلومان. خاتون شهر آینه هایی بزرگوار، زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار. گم کرده ایم کعبه حاجات و آمدیم نزد شما که قبل نمایی.
بزرگوار. همه این حضرات معصومین همشون آینه‌دار طلعت سید الشهدا بودن، از او گفتن، از عشق سرودن، ما رو به عاشورا، به کربلا دعوت کردن، به حسینی شدن تهییج کردن. داریم در خصوص معرفت و بصیرت به این امام واجب التعظیم حسین بن علی صحبت میکنیم. آقا این آیه زیبا رو ادامهش رو بفرمایید که چه ویژگی‌های نابی داره. فکر کنم 3-4 دقیقه فرصت. توکل به خدا. ان شاءالله خدا کمک می‌گیریم تو این 3-4 دقیقه بتونیم لب یه جنبندی کنیم. حالا ان شاءالله روزهای دیگه هم ادامه میدیم. توکل به خدا. ببینید روی این فکر کنیم چرا امام سجاد علیه السلام در ابتدای دعای 20 صحیفه سجادیه فرمود خدایا و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من رو به کاملترین مرحله ایمان برسون. اون وجود مقدس در اوج ایمان ها به من داره این حرف رو یاد میده، به همه ما داره یاد میده. آقای جوادی ایمان دم دستی آریه است. مرحوم کلینی بابی رو داره در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی تحت عنوان باب المعارین. امروز ایمان داره، فردا ممکنه نداشته باشه. ایمان اگر ضعف داشته باشه، همین من المؤمنین رو دارم توضیح میدم، من المؤمنین رجالون، رو این باید تأمل کرد. بعضی از مؤمنین موفق به این مرحله میشن، همه نمیشن. اون بعضیا کیان؟ امام سجاد میخواد ما رو به اون بعضیا برسونه. من به امام سجاد عرض میکنم آقا جون، در مقام تکوین کار به دست خداست. خدا صاحب اراده کن فیکونی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا اراده کنه تا یه چیزی بشه، همین که میگه باش سری می باشه. من به صاحب اون اراده دست بلند میکنم، میگم ایمان من رو به کامل ترین مرحله ایمان برسون. اینو میگه مقام تکوین. اما در مقام تشریع امام سجاد علیه السلام ضابطه رو به ما معرفی کرد، راه رو به نشون داده. من باز اصرار دارم بگم آقا این صحیفه سجادیه بسیار کتاب مهمی است. تأکید میکنم بیش از حد تصورتون کتاب مهمی است. خدا حفظ کنه رهبر بزرگوارمون رو. خدا حفظ کنه رهبر بزرگوارمون رو. میفرمودن صحیفه سجادی اساری تفکرات اهل بیت. اینکه کجا این ایمان رو باید تقویت کنیم، امام سجاد در دعای 21 یعنی چگونگی تقویت ایمان تا انشالله ما هم جزء من المؤمنین رجال صدقوا باشیم، بند 6 دعای 21 انتهای بند 6 میفرماد خدایا ولا ابلغ رضاک ولا انال ما عندک الا به طاعتک و به فضل رحمتک. من به نهایت رضا و خوشنودی تو و اون چه که نزد توست نخواهم رسید مگر به واسطه اطاعت فرمان تو و اینکه فضل رحمت تو شامل حال من بشه. انشالله مطیع باشیم، درست میشه انشالله. استاد اوانی خیلی ممنونم. در مورد سوره احزاب صحبت کردیم، آیه من المؤمنین رجال صدقون که سید الشهدا مکرر در هنگام شهادت اصحابشون میخوندن، مؤمنینی که معنای تام و تمام اکمال ایمان بودن، شخصیتایی که از خودشون، مالشون، جانشون، زندگیشون گذشتن و به ولی خدا کمک کردن، پیوستن و در معرکه عاشورا دل به آسمان سپردن. ان شاءالله که ما هم این راه و رسم رو یاد بگیریم، ما هم حسینی بشیم، عاشورایی بشیم، کربلایی بشیم، موجب شادی امام زمانمون بشیم، حسین زمانمون، وجود مقدس امام سر والعلن حجت ابن الحسن. آقای اوانی ممنونم، خیلی لطف کردین، استفاده کردیم. ان شاءالله بازم در خصوص صحیفه و این ویژگی‌های ناب سید الشهدا با هم صحبت می‌کنیم در کنار استاد اوانی بزرگوار و عمه جان عزیز و نازنینمون حضرت فاطمه معصومه. با شما خدافظی می‌کنیم، دل شما رو میاریم تو حرم و یاد شما رو و گل یاد شما رو در کنار حرم حضرت فاطمه معصومه می‌کاریم و از طرف شما قطعا بعد از برنامه زیارت خواهم کرد. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين.